خوش اومدید به یه ویدیو دیگه با چنل سمن لایف. خیلی خوشحالم از اینکه این ولاگ رو برای دیدن انتخاب کردین. صبح زود تقریبا ساعت نزدیک 6 و من از خواب بیدار شدم. امروز کمی بیشتر خوابیدم. یه هوایی بخوریم. اینم منظره تراس من که خیلی دوستش دارم. خورشید تازه از خواب بیدار شده ولی من و شادی خیلی وقته که بیداریم. البته من بلند شدم که کوکی درست کنم ولی شادی بیدار شده که غذا خشک بگیره. صدای میو میوش رو چند دقیقه بعد بیشتر میشنوید. اینم کوکی ما که دستورش رو توی دیسکریپشن می‌نویسم. خیلی خیلی راحته. یا در واقع بهتره بگم اینا کوکی‌های مامان پس هستن، مخصوص دختره مدرسه‌ای شکمو. البته که چند تاش میره مدرسه و بقیهش میمونه تا عصرونه مامان خسته بخوره وقتی از مغازه برمیگرده. خیلی خیلی راحته. من این خمیر رو درست میکنم، میذارم توی فریزر و هر زمانی که دوست داشتم بیرون میارمش و کافیه که گوله گولش کنید و حدوداً 10 دقیقه داخل توستر یا فر بذارید. شکلات تخته‌ای خورد میکنم و توش میریزم. قسمت جذابش همین شکلاتشه. خیلی خوشمزه‌اش میکنه. من همه مدلش رو درست کردم. نسکافه ایش از همه بهتره ولی خب این دفعه نمیدونم چرا نسکافه ای درست نکردم. اگه تو هم دوست داری واسه مدرسه بچه‌ت غذای سالم بذاری حتما ویدئویی که برات میذارم لینکش رو نگاه کن. توی اون ویدئو هم برای دخترم صبح یه تغذیه راحت و آسون درست کردم که ببره مدرسه. تو این فاصله 20 دقیقه بهش تایم میدم تا توی فریزر خودش رو بگیره و بخوام تبدیلش کنم به کوکیای خوشمزه برای اینکه هستی ببرش مدرسه. یه لباس داشتم که دیگه نمیخواستم استفادهش کنم و جز خیلی از لباسا که تو ویدیوی قبلی دیدید میخواستم بدم بیرون، اما بعد پشیمون شدم و خواستم بهش یه فرصت دیگه بدم تا قبل اینکه بندازمش دور ببینم آیا میتونم یه تغییر کوچیک بهش بدم یا نه. بله، به نظرم این تغییر خیلی کار آمده. همونجوری که ساعت رو میبینید 10 دقیقه به 7. من تصمیم گرفتم فعلا ببرم مانتو رو و بعد برم مغازه و بدوزمش. اینقدی خیلی خوبه چون من تو تابستون خیلی پیراهن میپوشم و این بهترین گزینه است. قسمت پایینش هم بریدم تا به خودش بدوزم و به صورت فابریک در بیاد. حالا میریم سراغ کوکیای خوشمزه‌مون. اگه تا اینجای ویدیو از ویدیو خوشتون اومد ممنون میشم که لایک پایین رو بزنید و حتما نظرت رو برام کامنت کنی. حتی در حد یه استیکر کلی بهم انرژی میده و من حتما جواب همه کامنت ها رو میدم. هستی بیدار شده و هنوزم خوابش میاد. دیگه به خاطر کوکیام که شده تکون بخوره از جاش لااقل. یه دونه با چای قبل مدرسه خیلی لذت میده. اینم شکلات واسه تزیین قرتی بازی. پاشو بلند نشی بزرگتر خودم بخورم. شادی به جای اینکه از بوی کوکی‌ها لذت ببره داره واسه غذا خوش قیامت به پا میکنه. همینجوری منو اسکرچ میکنه. بله. نمیدونم این گربه است یا ساعت هشدار دهنده غذا. جایزه میخوای؟ شادی پیش کشوش وایستاده تا ببینه کی رد میشه. هستی داره مسواک میزنه و داره بهش اشاره میکنه و صدا میکنه تا بهش غذا بده. امان از این شکمون.
اینم از کوکی های خوشگل ما. خیلی خوشمزه و راحتن. من با کاغذ روغنی بریدم چون هنوز پختش مونده بود و اگر از روی کاغذ در می آوردم امکان داشت وسطش نپخته در بیاد. بعد 10 دقیقه کوکی ها شاید به ظاهر نپخته باشن، اما چند دقیقه که بمونن با دمای خودشون مغز پخت میشن. دیگه صابونه هستی رو گذاشتم به اضافه همون رو بخواد خوراکی ببره مدرسه و میریم سراغ شادی شکمو که میبینید چه کار میکنه این بازیکن برای خوردن غذا. هر مدل شکلکی بگی ازش در میاد. بذارم پایین. صدای خوردنش رو فقط با عجله، انگار قحطی اومده الان. از جلوش دارن میگیرن. آخیش خیالم راحت شد خوردم. حالا میتونم برم. شکمم یکم سیر شد. حالا باید دست و صورتم و یکی لیس بزنم. آخیش خدا. اینا حرفای شادیه که ما تحتش هم طرف ما کرد. اینم اتمیل منه. شیر نداشتیم. جای 2 سر پرک رو به اضافه کمی شیره خرما و کمی آب گذاشتم پخت و این میشه صبحونه من. گاهی وقتا دوست دارم که اتمیل بخورم و خیلی خیلی زیاد سیر کننده است. حتما امتحانش کنید. هم درسته که کربوهیدرات داره ولی سیر کنندگی زیاده و باعث میشه شما کمتر گشنتون بشه. باز هم شادی چون گشنش نیست ما تحت مبارک رو طرف ما میکنه. اگر از این دست ویدیوهای تمیزکاری، خونه داری و ترفندهای زندگی راحت تر خوشت میاد حتما چنل من رو سابسکرایب کن. زنگوله کنارش رو هم بزن. سعی میکنم اگر اینترنت اجازه بده روزهای دوشنبه و جمعه ویدیو آپلود کنم حدودا ساعت 2 بعد از ظهر. خوشحال میشم که نظرتو برام کامنت کنی. لایکم یادت نره. از اونجایی که مهندس ناظر همه جا باید حضور داشته باشه، مخصوصا موقع غذا خوردن که باید ببینه کی چی میخوره اگه یه تیکه شد سهم خودش بشه. من نمیدونم، این گربه که نیست، بازرس تغذیه است. ببینه کسی اشتباه نخوره. دونه دونه تو دهنت هم نگاه میکنه. ولی دوست نداره اتمیل. اینو دیگه نمیخوره. بعد صبحونه رفتم مغازه و یکی از دوختایی که کردم همین کت خوشگل بود. تصمیم گرفتم که جیبشم ببرم و بزنم به روی کن. نتیجه رو آخر ویدیو میبینیم. بعد از ظهر تصمیم گرفتم با اضافه خمیر کوکی یه وعده کوکی درست کنم، اما متاسفانه توی توستر سوخت و بهترین راه حل واسه کیک و بیسکویت‌های سوخته رنده است. رنده که کنید دیگه هیچی ازش نمیمونه. اگه راه حل واسه خرابکاریاتون خواستین حتما به من پیام بدید. من که خرابکاری نکردم. توسترمون المنتش سوخته، بابام تعمیر کرده اینجوری شد. البته بیشترین دلیل اینکه کوکی رو درست کردم به خاطر این بود که یکی از خانمای همسایه توی این بشقاب برای من یه چیزی فرستاد. منم خواستم ادب رو رعایت کنم و بشقاب خالی نفرستم. پس کوکی رو درست کردم. 4 تا سهم من و هستی که با چایی بخوریم. بعدش بریم مغازه و به کار و زندگیمون برسیم. اینم از نتیجه کت خوشگلم.